امروز در باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی فستیوال آشی پلو برگزار گردید. مقصد از برگزاری چهاربینی مذکور معرفی فرهنگ والای دسترخوانداری مردم تاجیک، ترغیب و تشویق بیشتر هنر آشپزی، حفظ ارزش‌های ملی و ارزش‌گذاری به میراث فرهنگی خلق تاجیک ارزیابی می‌گردد. در این فستیوال بهترین آشپزها از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک نمودند. آشپزهای ماهر در یک دک یک دانه آشی پلو پختند که آماده نمودن این خوراک ملی از ساعت 1 شب گذشته آغاز گردید.